سفر خود را آغاز میکنیم. به قیافم توجه نکنیم. ولی مارکو برای من چه آوردی؟ وقتی شاغل فول تایم باشی باید تو ماشین هم ناهار بخوری، تو ماشین که تو قطار هم لاک بزنی هم آیش کنی، همش اینجاست. به دنبال پیدا کردن یک مشروب خوب، البته که اینا الکل ندارم. لیتون و سیجل و نزدیک ببینم. اون ویدیو قبلی تو بوده خوش، با اینکه مثلا حالا مثلا چه تیلور سویفت نیست ولی بازم خوشحالم. هیچ وقت کفش پاشنه برم در کنسرت نروشه. این قاد هاوسه؟ انقدر اینجا همه چی شبیه همه نمیفهمم، ولی فکر کنم این خنگو داره پا میزنه. وای داره پا میزنه. دم ساختمون قاد هاوس که فکر کنم خیلی معروفه. ما داریم میریم تو، تا خواستم عظمت اینجا همه مجسمه است. نمیدونم تک تک داخلشه. داره میبرتم. داریم میریم بالای ساختمون اپرا. بچه ها ویورره. الان سواره کشتی شدیم. ببین فقط داریم میریم، خدا ببرتمون یه جایی. اینم کلیسای سینت میشل. بعد ولی چون هم تام دارم میشکنم، همه گشنگی دارم میمیرم، فعلا نرفتم که اصلا ببینم میشه توش رفت یا نه. انجیل باشید بایبل در سال 1630. بعد میخوام براتون بخونم. دن ار
فرمانگ اویش اراش فون یه فون ماینا بند بیست لاتا اویش بیبلیا غیشت دیگه داریم دنبال قطار برگشت میگردیم دیگه باید همونگی عزیزم رو ترک کنم خدا یه کمی وایب سکوی 3 و 4 هری پاتر نمیده بالاخره یه صندلی سوار شدیم ولی اگه پر نشد اگه بیاد کنار بشینه خیلی